السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران معزز، ما شما در جامعه زندگی میکنیم. واقعا هم بعضی چیزا را که از والدین صاحب گرامی ما میشنویم در گروپ های ما از خواهرها برادرها و بعضی کسایی است که خودشان والدین هستند، میگه اولادای ما برای ما هیچ توجه نداره. واقعا هم که انسان بسیار زیاد خفه میشه. باور والله که انسان گریه میگیره. سعی کنین در بسیار زیاد آیات های قرآن عظیم شان که آمده، الله سبحانه و تعالی گفته مرا بپرستید و با والدینتان احترام کنین. ببینین از این مفسرین میگه بعد از الله سبحانه و تعالی والدین ذکر کرده. حتی بعض آیات هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. سیکو میگه الله سبحانه و تعالی میگه پروردگارت مقرر داشت که جز او نپرستید، یعنی بدون از الله هیچ کس پرستش نمیشه و با پدر و مادرت نیکی کنید. سیکو و بالوالدین احسانا، بعد از پرستش خود والدین صاحب گفته، والدین گرامی را. همه تو پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از کسا آمد گفت پدر مشرک است. رسول الله گفت کتش احسان کو. سعی کنین ای دین اسلامه. او پدرش کافر بوده، الله را قبول نداشته، مشرک بوده. باز هم رسول الله هم چی گفته؟ گفته امروز از او چی کو؟ احسان کو. باز گفت پدر مشرک است، گفت کتش احسان کو. چی خاصایی که پدر و مادر ما شما مسلمان، الحمدلله پدر و مادر ما شما دلسوز. در جامعه ما شما بزرگ شدیم که چقدر مشکلات داریم در افغانستان، مشکلات اقتصادی، مشکلات تعلیم، مشکلات دیگه از مسائل. مگم امی والدین صاحب ما شما چقدر چیزا رو بر شما وارد ساخته، چقدر چیزا رو بر شما تربیت داده و چقدر به سختی ها ما شما را خوراک و پوشاک ما شما را تهیه کرده. مگم آل روز است بعضی کساست که صرف لط نمیکنه والدین خدا. سیکو میگه گپ نمیفهمی، زشت میگیش پیش روی خانم خود، پیش روی اولاد خود. حتی بعضی جاها شاگرداست که مسیج کرده میگه تو کسی است که میگه من سر والدین خود میشرمم در میمونی و باتس نباشه. حتی بعضی کسای دیگه است پدر خود در مجلس به اندیوالای خود معرفی نمیکنه. افسوس از به این امت، افسوس از به این غیرت که ایو چه رقم ایمان ببرن. سعی کنین. بعض از علما میگه بسیار زیاد کسایی که عالم بوده، بسیار خوب انسانان بوده، مگم با والدین خود احترام نداشتن، در آخر به ایمان رفتن. حتی یکی از روایات است که یکی از صحابه بود که نفسش نمیبرامد. سیکو رسول الله سلام گفت مادر از زنده است، گفت بیاری مادرشه. مادر از زیر گفت به مزاق گفت ما میخوایم که بچه تا در بته میشه که نفس. گفت نه ما بخشیدمش. کلمه بخشش که برآمد این نفس خدا داد. چقدر خطرناک گپ است. سیکو یکی از دوستای ما کی حقیقت قصه است، میگه من از مادر خود جدا شدم. بسیار زیاد مادر میگه گریان کرد که نشو جدا، خیر کرد، ما یک جای باشه هیچ مشکل نداریم. میگه من که خانم گرفتم جدا شدم. بسیار زیاد میگه یک صبح بود که 4 بجه یا 4 نیم بجه صبح بود که زنگ سر زنگ پیش از این میگه پیش از این من خواب دیدم، در خواب بودم که یک کوس آتش، میگه چند نفر است مرا کش میکنه. میگه بیا دیگه در آتش خدا پرتو. میگه من تو کش میکنن که در آتش پرتن. میگه میگه که میخیزم عرق کردم، بسیار زود ترسیدم. امی چند دقیقه بعدش میگه زنگ آمد که میبینیم پدرم گفت مادرت وفات کرده. باور والله که میگه من حقیقت فهمیدم که واجب شد سر من جهنم. این قصه حقیقت است. امی ساعت مادر از این بیچاره وفات کرده، امی که خو میبینه که چیز مندازن دای کوه آتش، اینمی ساعت میگه پدرم زنگ زد. دیگه گفتیمش برادر عزیز آل برای تو دیگه چیز بقا نداره، آل که هر چی کنی اون نارضا مرد است. تو بنان برادران و خواهران عزیز، به خاطر الله سبحانه و تعالی کسی که والدینش زنده هستن حال خدمتشون نکنین. سعی کنین اولاد خودتان چه رقم نگاه میکنین، خانمتان چه رقم. او تو ما نمیگیم اسلام تو دینی نیست که خانمت او سپر تو، اسلام تو دین نیست که احترام خانمت نکن، نه خیر، احترام خانمتان کو، احترام مادرت، احترام پدرت. هر کس جایگاه خود داره. ببینین بعض علما میگه والدین که سنشان بزرگ شد این اطفال واره میشن. اما تو که طفل بعضی چیزا رو اشتباه میکنه، اما تو به طفل بعضی چیزا رو مشوره غلط میده، اینا میته. مگم تو خیر کار خود کو، مگم به نظریه زور احترام بگذار، کاتشون براوی نیکو. حتی سیکو الله سبحانه و تعالی گفته شما اوف نکنید. مثلا کار بارتان خراب است، مشکلات داره،
پیش از یا اوف نکو. اوف یعنی که نگو که اوف والا کار ول که نشکی یا برنجن. وقتی که به اوف کردن تو نمیمونه چی خاصا که شما زشت میره، چی خاصا که سر پدرت میشرمی. افسوس از به شما که سر مادر پیچ سفیدت میشرمی. تو باید از بالاترین رتبه او را بشنی، در هر مجلست بالا او را بشنی، هر وقت نظریاتش قابل قبول داشته باشی با سر چشم قبولش کو. نظریش مطابق اسلام بود قبول نبود، به طریق احسن بفهمونشه دیگه. بنان برادران و خواهران عزیز، اگر میخواهید که روزیتان زیاد باشه، اگر میخواهید که اولاداتان شما را قدر کنه، اگر میخواهید که خانمتان بر شما احترام کنه، اگر میخواهید که در جامعه با